رزق و روزی تو رو خدا میده، نه آدمایی که روشون حساب کردی. نه مشتری، نه هیچ هر کسی که برای خدا حساب کرده زندگی برده. پس چرا هنوز آدم ها رو بزرگ میکنی؟ چرا هنوز داری به هم نگاه میکنی؟ تمام قدرت ها، تمام گنج ها، تمام راه ها همش دست خداست. خب واقعا خدا رو برای چی میخوای اگه هنوز دلت به مردم بنده؟ هنوزم فکر میکنی اگه مشتری زیاد داشته باشی درآمدت زیاد میشه؟ هنوزم فکر میکنی اگه فلانی کمکت کنه زندگی درست میشه؟ نه عزیزم، خدا بذار خدایی که میلیاردها میلیارد بیشتر از هر چیزی که تو میتونی تصور کنی بهت میده. به چشم مردم نگاه نکن، به دست مردم دل نبند. روزی تو فقط از خداست. خداوند وقتی بخواد یه دری رو از جایی به روز باز میکنه که حتی فکرش هم نمی‌کنی. یه موقعیتی میاره که تو رو از زمین بلند کنه و ببره جایی که همیشه آرزوشو داشتی. گنج‌ها